اینم از این. میری تو بازی واقعا میگم یه مشت چی بگم گوسفند میفته جلوت بعد خب آدم عصبانی میشه دیگه. میری تو بازی نمیدونم چی، همین رنگ که مثلا 4000 اینا رو دارم میگم میری تو بازی مثلا نیچر پرافت همون اول بازی شروع میکنه تلپورت میکنه تو بیس حریف. اصلا نمیفهمم خب چیکار داری میکنی، هدفت چیه که چی مثلا. تا آخر بازی هم فید میده، بعد بازی هم مثلا 20 دقیقه تموم میشه، اصلا تو میمونی خب الان مثلا قضیه چیه، الان ما برای چی داری این کارو میکنی. همینجوری بی هدف. رنگ حالا نسبتا بالاییه، بازم اون یکی دست اکثر این کریا اصلا انگار فکر میکنم مثلا بقیه نوکر اینا هستن، نمیدونم اومدن بینا خدمت بکنن. باز خودش میره اون ور فارم میکنه، مثلا انتظار داره که بله دیگه من کری هستم و بقیه حواسشون باشه من بالاخره میخوام بیام اسکیل های خودم رو رونمایی بکنم و هنرنمایی بکنم، به همه نشون بدم چجوری میتونم لول بزنم. مثلا یعنی چی آخه؟ تیم حریف اومده زیر تاور، نه تلپورتی نه کمکی هیچ. اینم آخرش میشه نتیجهش این. اون همه عصبانیت خب آدم باید یه جای تخلیه بکنه دیگه. مسخره بازی محض. من نمیفهمم این کی درست میشه، این واقعا نمیفهمم. واقعا یه مشت. حالا از خودم هم نمیخوام حالا خیلی خوب بگم، من تنها مشکلم اینه که واقعا عصبانیتمو نمیتونم کنترل کنم. اگر عصبانیتمو کنترل کنم اصلا این اتفاقا نمیفته. ولی مگه میشه اصلا کنترل کرد؟ بعد یه دوتا فوش آبدار بدی به طرف یکم حداقل خودت آروم بگیری. مثلا یه بدبختی نمیدونم، از اول من 10 سال دارم این بازی رو بازی میکنم، هیچ وقت این مشکل درست نشده. هر چقدرم خودم رو رنکاپ میکنم بازم هیچ فایده نداره، یعنی بازم میبینم همون آدما هستن. یا مثلا میبینی آفلین بازی میکنی، میبینی ساپورتت میره واسه خودش، اصلا نگاه نمیکنه به مپ، هی پینگ میکنم بابا ناکنین من دارم میبینم دشمنا دارن میان سمتت، اصلا بی خیال، اصلا مپ نمیدونه چیه، نگاه نمیتونه بکنه مثلا دشمنا کجا هستن، همینجوری میره واسه خودش فید میده. بعد بازی رو عین چی ریپ میشیم. حالا بیا و سینگل درفت پیدا کن. الله اکبر. یعنی واقعا از این دو دسته پلیر خیلی بدم میاد. دسته اول اونایی هستن که یه جوری بازی میکنن، استایل بازیشون اصلا یه جوری انگار اینا تنها بازیکن اون تیم هستن، انگار مثلا بقیه یه مش باتن، یه مش رباتی هستن که اینا فقط توی مپ حرکت میکنن، بعد وارد بذارن، نمیدونم بعد گنگ کنن فلان کنن، اصلا خودشون هیچ نقشی تو بازی ندارن. تنها انتظارشونه که همه چیز اوکی باشه، اینا فقط بیان هنرنمایی بکنن، اینا فقط بیان اوج مهارت خودشون رو توی دوتا نمایش بدن. مثلا بیاد چه بدونم یه اولترا کلی رمپیج چیزی بگیره. یکی این دسته است، یکی اون ساپورتای چی شده که اصلا بازی رو انگار به هیچ جاشون نیست، نه نقشه رو نگاه میکنن، نه میدونن کجا وارد بکنن، میره واردو دقیقاً جایی میذاره که همه میدونن که اونجا نباید وارد گذاشت. هر چی وارد تو مپ رو میبینی زدن. بابا این همه مپ به این بزرگی، یه جایی وارد بذار حداقل یه ذره اطلاعات بتونیم بگیریم. رنگ هم ماشاءالله رنگ مثلا پایین نیست بگیم هیچ چی نمیدونه. نمیدونم این از کجا میان، اینا چجوری بازی میکنن. دهن ما رو سرویس کردن به خدا. و جالبیش میدونی چیه؟ هر چقدرم توضیح میدی، حتی اگه از وایس استفاده کنی، با وایس میگه آقا فلان اینا کن، الان ما باید یه اسموک بکنیم، این الان رفتن روش، میتونیم قشنگ بریم یه گنگ حسابی بکنیم. ببین یکی واسه خودش رفته اون ور داره فارم میکنه، یکی همون لحظه تلپورت میکنه روی یکی از تاورای کاملا دور افتاده اون ورتر، اصلا بی خیال انگار. بعد بازی رو دقیقه مثلا نمیدونم مثلا 15 دقیقه 20 کلا بازی ول میشه، از دست خارج میشه. بعد حالا ریپورتت هم میکنن، نمیدونم تاکسیک هستی فلان هستی بیا. اصلا یه وضعی گیر افتادم به خدا. ساپورت بازی میکنم، میبینی بیشترین
گلدی که هر بازیکنی توی بازی خرج کرده وارد میگیری، فلان میکنی، اسموک داست فلان بهمان. بعد نگاه نمیکنه، هی پین میکنم ببین، میگم فلان دیدم الان وارد ویژن بهمون نشون داد که دارن میان سمتت، مگه نمیبینی؟ کری تیم مثلا وارد خوشگل گذاشته اونجا قشنگ داره نشون میده که دارن میرن سمتش، اصلا عین خیالش نیست، همونجوری کلیپا رو میزنه و بعد میمیره، بعد سریع عصبانی فلانی چرا حواستون به من نیست، چرا نمیاین، نمیدونم کمکم کنید فلان، ریپورت و فلان و بهمان. هی بیا نت آشغال ایران هم هی پکت لاس هی پکت لاس با دهن اون سرویس شد به خدا. یه مدتی بود، یه زمانی بود سالها قبل مشکل پینگ بود، حالا اون درست شده، حالا پکت لاس اضافه شده. یه زمانی پینگا مثلا بالا 200 بود همه، الان شده مثلا 100 خورده، حالا بیا پکت لاس، کلیک میکنی کلیک فعال نمیکنه، پکت لاس میشه. اوه مگه چی شد، مگه پیدا نکردین؟ ای وای ای وای، من باید برم یکی از این کلاسای کنترل خشم، نمیدونم پیش یه استاد چیزی یا نمیدونم دارو بخورم فلان کنم، یکم به اعصابم باید مسلط باشم. حالا بیا و 3 بازی سینگل درفت ببر، مگه میشه؟ حالا باور کن تو همین سینگل درفت ها هم میری تو اصلا با یه موجوداتی روبرو میشه آدم میگه خدایا من غلط کردم فوش دادم، کاش همه رو میوت میکردم، اصلا عجب غلطی کردیم به خدا. بعد از اون بدتر نمیدونم چه جوریه، یعنی فکر کنم الگوریتم عمدن این کارو میکنه، عمدن تو رو میندازه با یه سری پلیرایی اینا اصلا هیچ وقت یه هیروی مثلا متا پیک نمیکنن، میره یه سراغ هیرویی که به خدا توی 10 تا بازی هم یه بارم دیده نمیشه اونو پیک میکنه واسه مید. بعد میگم آخ خدایا این اصلا چجوری به ذهنش رسید اینو پیک کنه؟ شما یه 3-4 تا بازی بزنی میبینی که آقا اون هیرو اصلا جواب نمیده، یه سری هیروهای عجیب غریب اصلا کسی پیک نمیکنه اونا رو دیگه. این همه هیرو همشون هم هیروهای متا، میای تو بازی رنگ هیچ کدوم اونا رو پیک نمیکنی، میره سراغ یه هیروی چرت، بعد میبینی بازی رو دقیقه 20 مگا کریپ شدیم. بعد آدم دیگه نمیتونه تحمل کنه که یه فوشی چیزی آی فلان شده. نه تنها وقتمون رو به فنا دادی، حالا رنگ هیچ اصلا واسه مهم نیست، رنگ نشستم اینجا میخوام یه دست بازی بکنم، مهمم نیست ببرم یا ببازم، همین که بتونم یه چند تا فایت خوب بدم، چند تا استراتژی درست پیاده کنم، این خودش لذت بخشه. یه جوری بازی رو میچینی از همون اول آدم میدونه که این بازی قراره پدرش در بیاد، کل فایت ها رو قراره ببازه. من ریدم تو مغزت. بیا الان ما 10 دقیقه باید وایسیم یه سینگل درفت واسه همون پیدا کنه. ای خدا، ای وای 10 دقیقه گذشت، ای خاک بر سر من، عجب گوی خوردیم به خدا. هیروهای خوبی داد نسبتا. نمیدونم یا نکرو بردارم یا پاج بردارم، ولی خب هیچ کدوم اونا کری پیک نکردم، ترول برم. خب وید برداشت، نکرو برم یا پاج برم. پاج بریم، جهنم و ضرر. بدترین جای ممکن که میتونید بیاید همین سینگل درفت، شبیه این زندانهایی که زندانیهای بدبخت رو میفرستن اونجا پدرشون در میاد، واقعا شکنجهگاهه، آزکابانه واقعا. خب خدا رو شکر فعلا پکت لاس وجود نداره، خدا رو 100,000 مرتبه شکر.
Yes. Coming through. Here I come. Message is nice and sharp. Come to point. 30 seconds to showtime. Here I come. حس میکنم پکت لاس دارم، نمیدونم چرا. اونو بیا اومد. ای حرومزاده، ای حرومزاده، اومد پکت لاس. پس چرا صفر زده بودی بی ناموس؟ ای من ریدم تون مسخره بازی تو. And here we go. I'm under attack. You got it. First blood. Thanks and have fun. Last of my kind, but first. نت بی پدر مادر پکت لاس میده. از اینترنت رو قطع و وصل کنیم ببینیم چه گوهی میخوره. ای ریدم تو مغز همتون. آی ریدم به جمهوری اسلامی. کاش من میتونستم مدیر عامل این ایرانسل رو پیدا کنم، این مادرش رو به ازاش بشونم. ای بی چی بگم بابا، اینم که زرت و زرت میخواد بگوزه رو مپ. بابا ریدی دیگه، همه کلیپا رو ریدی. Time for a little butchery. Ominous that is. بابا انقدر میگوزه رو مپ. بابا ول نمیکنه این حرکت رو. معلوم نیست از کجا یاد گرفته، فقط همینو میزنه. اوی حیوان. اصلا توی دنیای خودش داره بازی میکنه کلا، اصلا توی فاز دیگه است، توی زندگی دیگه است. زندگی واسهش یه جور دیگه است کلا. خب این دفعه نشد. این کتل بیناموس رو من یه جوری بتونم فقط به مامانش باور کنید من انقدر آدم آرومی هستم شاید باورتون نشه، من خیلی آدم آرومی هستم، اما اصلا نمیدونم چرا عصبانیت نمیذاره. عصبانیت نمیذاره که من بتونم یه ذره رشد کنم توی دوتا. میگم باید کلاس کنترل خشم برم. این کتلم کل بازی کلیپای منو گرفته، کل بازی.
فقط خریت میکنه، فقط. Your mid tower's coming apart. کل بازی فقط این خر میدوه این ور اون ور. جاگرم 6 شده. آه 2 دقیقه گذاشت ما یه کلیپ بزنیم. Good plan. I'm under attack. A moment of silence for the Dyer's courier. What a waste. Whatever. I'm under attack. هیچ کلیپ نمیذاره بمونه بی ناموس. نمیدونم موندم چه گوهی بخورم. حرومزاده. Killing spree. There ain't long for this world. Your bottom tower's in a tight spot. A fond farewell to your bottom tower. White need. یه بلید میلم بیاد این اسکای و ویند رنجر نمیتونن هیچ گویی بخورن. لژیون هم همینطور. Killing spree. A dominating performance. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. لاین پایین رو یه کاری کردن که همه‌شون دیگه ریختن وسط. اینم ساپورت مثلا، حالا اسمش ساپورت. Meaning to smash that bottom Fresh thoughts. The other fellas ain't the نکشونو. Killing spree. خاک بر سرت بکنن. ای خاک تو سرت بکنن. towers in trouble. خاک تو سر احمقت بکنن. هیچ گوهی نخوردید کل بازی. نگاه کن. اونم کریه مثلا. اینا رو ببین. اونو ول کرده رفته سراغ. ای بی پدر مادر. Mega kill. ای اسکل. Bad for your top tower. ای اسکل. Your top tower's getting all banged up. I thank you. اینم یه بازی بسیار زیبا توی سینگل درافت. فوق‌العاده لذت بخش این بازی. یعنی من که دارم خیلی لذت میبرم. هر کسی واسه خودش، یکی اینور یکی اونور، معلوم نیست چی کار میکنن. وید میپره روی هیرویی که دیگه مرده، که اونو واسه چی میپری مثلا که چی بشه. Hate to be your mid tower right about now. دارن میبیننت. This almost kills me. I can breathe. و حالا جوجه اید بابا. Mid towers. هنوز جوجه اید.
یه دونه فقط آخر بازی جاگرنات شاید بتونه مشکلی ایجاد بکنه، همین. اونم باید یه یول سپتری چیزی ببندم، دهن اونم به وقتش سرویس میکنم. Dominating, I guess. بازم میگم یه حسی بهم میگه بی خیال دولسه، ولی ولش کن بگیرم. Ominous, that is. دارم میام یواش یواش، اونم را میام سباهاش. اونو بزن ای اسکل، خاک تو سرش بکنم. این چقدر اسکله خدایا، این چقدر اسکله، این چقدر اسکله. ول کرد، دیدید؟ ول کرد احمق. They're unstoppable. More than 2 kills, but less than 4 احمق kills. اسکایرس رو ول کرد. به خدا اینا اسکلتر از اینا پیدا نمیشه. اینو ببین، اکو سیبر بسته. چقدر اینا اسکلن. جاگرنات اومد قشنگ یه 3-4 تا کیل گرفت رفت. مفت مفت. اونم از اون. بابا چی کار میکنی؟ ای بابا اینم مسخره بازیشو در آورده. میاد تو احمقانه ترین جای ممکن شیش میزنه. چی بگم من به این؟ We have no farm. آقای تریانت داره حسابی میخواد فارم بکنه، این بازی رو کری بکنه. نقشش تو این بازی اینه. I'm under attack. If you were a millennial, I'd say wicked sick. جالبه واید اومد هیچ کاری نکرد، رفت. کلاً تیم بی‌خاصیتیه، هیچ کاری نمیکنه. واید که دقیقاً لحظه‌ای که من دارم مثلا یه حرکتی انجام میدم اینو شیش میکنه. تریانت هم که داره میخواد فکر کنم دیواین بخره. یه ذره این تریانت رو بذار نگاه کنیم ببینیم این چجوری زندگانی میکنه، این زندگانیش چجوری سپری میشه، هدفش از زندگی چیه. پسر تو توی 2 تا حرکت میمیری، اصلا این همه آیتم بستی به هیچ دردی نمیخوره. جاگرنات یه دونه سویفت اسلش بزنه تو مردی. بعد فکر میکنه مثلا آره من الان فارم میکنم بعد میرم تکی همه رو میزنم. لینکن، بذار لینکن بریم. بلینک به درد من نمیخوره، من لینکن میخوام. تریانت فکرم توی دنیای موازی داره زندگی میکنه. میگه من که در واقع خدای جنگلم، برم واسه خودم فارم بکنم بچرخم. زندگی رو باید ساده گرفت. یه رادیانس هم بسته، میره واسه خودش فارم میکنه، میره واسه خودش میچرخه، از زندگی لذت میبره، نه لازمه لول بزنه. منم میگم رفتیم اون همه آیتم بسته توی یه حرکت میمیره.
هیچ نمیدونم چیکار بکنم، اصلا کسی نیست، همه واسه خودشون تو زندگی های خودشونن، اصلا هر کسی سرش تو کار خودشه. نمیدونم دقیقا باید چیکار بکنم، اصلا برم جلو بیام عقب وایستم AFK، هر کاری هم بکنم هیچ فرقی نمیکنه. متاسفانه لینکن من به این زودی ها نمیاد. این اسکولو ببین، این اسکول هم از یه ژنتیک خاصی اصلا توی ورژن اونو نگاه کن، اونم رد داده کلا. I'm supporting. تیم رد داده است اینجا. بابا این بشر کلا میگم توی دنیای دیگه زندگی میکنه. ای ابله من تو چی بگم آخه. این ابله دقیقاً میپره شیش میکنه جایی که نباید شیش کنه. کل زندگیش همینه. اون داره میمیره، خب رو اون شیش زده دیگه، شیش تو به چه دردی میخوره؟ من دارم میزنم ویند رنجر رو، میاد دقیقاً یه جایی که نباید شیش میکنه. مثلا اسکول نگاه کن نگاه کن اینو نگاه اونو. خدا اینا چرا اینجوری هن؟ بیا نولیفایرش هم بست. الان دیگه گوستر منم دیگه به درد نمیخوره، باید لینکن رو میبستم تا الان، اونم نبستم. این اسکارم زیادی زر میزنه، اونم خفش کنیم، چرت و پرت زیاد میگه، حوصله‌مو سر میبره. آقای وای دوباره پرید و یه شیش جانانه زد. جانانه شیش زده، یعنی فوق‌العاده است این بشر. میگم توی سطح دیگه ای بازی می‌کنه، لیگ جهانیه. لیگی که این بازی میکنه توی لیگ دیگه است. کل بازی تنها شیشی که زده فقط روی من بوده. هر وقت ما میریم وارد فایت میشیم میاد شیش میزنه. بابا سیتانیک بزن. There they go. Honor for you. Raise down and borderland instructions. I'm under attack. Your mid tower's done for. The greater good. What is that? Bad desert for your mid rags. Sorry. Your mid tower's done for. Your mid tower's gone. Best mind your ancient home. There they go. Chalk it up for the diet. یعنی من اول از همه ولو این بی پدر مادر یه جوری دوتا رو چیدن برینن تو اعصاب ما. اصلا اساس بازی دوتا همینه، یه راهی پیدا بشه، به یه نحوی، به یه جوری برینن تو اعصابتون، یه جوری که اصلا کل روزتون به فنا بره، حالتون گرفته بشه. اصلا دوتا طراحی شده واسه این، طراحی شده یه جوری حالتون رو بگیره که اصلا بگید من حالم از این بازی به هم میخوره. این دیگه چه بازیه؟ بعد نمیدونم چرا ما هر دفعه دوباره برمیگردیم تو این بازی. بابا ریدم تو همتون، ریدم تو ولو، ریدم به دوتا. گم شید بابا.